درود بر شما. ایشون همون کسی هستن که پستشون رو قبلا گذاشتیم و در یک جلسه از اون جراحی حماسه‌ای که دیگه همتون آشنا هستید براشون 8 واحد ایمپلنت در یک جلسه همراه با جی بی آر پیوند استخوان بون اکسپند کار کردیم. امروز تشریف آوردن بخیار رو بکشید. خب ببینید تقریبا 2 هفته بعد از جراحی مونه و لثه ها ترمیم شده، بخیار رو کشیدیم. بسیار عالی. هیلینگ و ترمیم لثه ها رو می‌بینید. بریم نظر خودشون هم بپرسیم بعد از جراحی، زمان جراحی چطور بود، چون خیلی سوال میکنن که این ویدئوهایی که شما میذارید سر جراحیه، بعد از جراحی بیمار درد داره، نمیدونم مشکل داره. نظر خودشون هم بپرسیم. درود بر شما. بفرمایید که چطور بود بعد از جراحی، زمان جراحی چطور بود؟ خیلی عالی. اونقدر آرامش داشتم اصلا متوجه نشدم چه حرکتی داره انجام میشه و حتی بعد از جراحی، چون من کارگاه اولم نبود که جراحی. شما خودتون هم همکار ما هستید؟ بله، درسته؟ نرس بودید قبلا میدونم. چندین بارم اتاق عمل رفتید. ولی این یه حرف دیگه داشت. یه حرف دیگه ای داشت. با آرامش بود، انقدر کارتون تمیز بود، اصلا واقعا لذت بردم. مثلا ناباورانه است. عزیزم مخصوصا آهنگی که خوندم آخرش همش تو عالم خیال و رویا. خیلی زیبا. خب خدا رو شکر. بعد از جراحی مشکل نداشتید، درد نداشتید، راحت بودید؟ با توجه اینکه 8 تا ایمپلنت همزمان گذاشتیم، کار سنگینی هم بود دیگه. بله واقعا. پیوند استخوان هم شد. واقعا نفر اول. سلامت باشید. خیلی ممنون. آرزوی سلامتی دارم، ان شاءالله به شادی و تندرستی استفاده بکنید. قربون شما. سلامت باشید. درود بر همتون. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. ممنونم که کارهای من دنبال میکنید.